باز کردن پنکه گیرپاش کرده بود. متخصص مکانیک مهندس فروتن کارش انجام میده. واقعا اگر این موتور کوچیک اگه مکانیکی میرفت حداقل 1 میلیون هزینهش میشد. با استعدادی که داشت تونست راش بندازه و انجام کار بده. انشالله انجام میشه. موفقیت. کارهای مکانیکی، کارهای هر دستگاه، هر موتوری باشه، موتورهای دالاندور، موتورهای دو دور، چپ کرد راست کرد، همیشون استاده. ایشون رزومه پرباری هم توی مکانیکی داره که از شهرهای مختلف درخواست کاری دارم، ولی خب چون شهر نزدیک خودشه اینجا رو قبول کرده. موتور رو کلا باز کرده. ببینیم بچه ها، کلا باز کرده، سیمپچی کلا در آورده. مهندس فروتن خسته نباشید. خداحافظ.